بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. برنامه جدیدی در خدمت شما هستیم بعد از اینکه مدت‌ها نبودیم. این برنامه هدفش این است که تضادها و دوگانگویی هایی که یا مخالفت هایی که شیعه با قرآن کریم داره رو خدمت شما و خدمت عزیزان شیعه بگیم. هدف ما دشمنی با اونا نیست، ما با قرآن با اونا صحبت میکنیم. حدیثی که قبول ندارن مال ما رو، یا اگر قبول دارن هم نصف قبول دارن یا تفسیر ما رو قبول ندارن. لذا پس مجبور هستیم فقط به کتابی که فعلا هر دوی ما قبولش داریم رجوع کنیم و دیگه یعنی تیر خلاصه، یا ما باطل میشیم با قرآن یا شیعه باطل میشه. طبعا ما میدونیم که همه حرفای ما مطابق قرآنه. چند نکته قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم عرض کنم خدمت شما که اینکه من مطمئن هستم که صدها مورد ما پیدا میکنیم در مخالفت شیعه ها با قرآن، ولکن اونا به راحتی تسلیم نمیشن، میرن پشت حدیث قایم میشن که انه ما حدیث قبول نداریم. بابا ما حدیث قبول داریم، شما قبول ندارید. ما اومدیم به قرآن. اگه شما حدیث ما رو قبول داشته باشی که تمام، اگه شما قبول داشته باشی که امامت وجود نداره، پیغمبر جانشین تعیین نکرده، کسی غیب نمیدونه، تمام واقع قضیه. اما شما احادیثی دارید که تمام این حرفایی که ما قبول نداریم رو میگه. لذا میایم با قرآن با شما صحبت میکنه و الله پاک به ما هم گفته. شما نگاه کنید در سوره فرقان آیه 52 الله میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. اطاعت نکن از کافران، یعنی کسی که قرآن قبول نداره. کافر مطلق داریم، یکی این است که 4 آیه قرآن قبول نداره. و باز چی میفرماد؟ نمیگه با شمشیر جهاد کن، میگه جهاد بزرگی رو شروع کن با اونها، ولی با قرآن جهاد کن. یعنی کسی که قرآن قبول داره ما با قرآن باش جهاد میکنیم، باش صحبت میکنیم، باید قبول کنه دیگه. متوجه هستید؟ حالا برنامه شماره 1. قرآن کریم آیه ای داره که در اون آیه اگر نگاه کنید ببینید الله میفرماد، سوره احزاب آیه 6 در هر قرآنی هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پیامبر اولا و سزاوارتر است به مؤمنان، مقدم است به مؤمنان، از جان مؤمنان به اونا شیرین‌تر است از خود مؤمن به چیز. پیغمبر یعنی مقدم است، باید ما او رو از خودمون عزیزتر از جان ماست. دنبالش میگه و زنانش مادران مؤمنان هستند. اینجا نمیدونم این جمله رو بذار پاک کنم. زنان و زنان ایشان مادران مؤمنان هستند، معنی آیه است. خب اینجا سیاق آیه رو ببینید. اول میگه احترام پیامبر نگه دارید، پیامبر از جان عزیزتره. دنبالش میگه همسرانش هم حواستون باشه که مادر شما هستن، یعنی به منزله مادر شما هستن. آیا کسی مادر خودش رو فحش میده؟ کسی مادر خودش رو توهین میکنه؟ نه. پس اینجا داره میگه که احترام از همسرای پیامبر هم نگه دارید. و ما میدونیم که شیعه معتقد است که همسران پیامبر خصوصا ام المؤمنین عایشه، حفصه و بقیه همشونو با چشم بد میبینه و تهمت کفر و نفاق و مخالفت با رسول الله رو بهشون میزنه. اگر فرض کنیم این حرف درست باشه، اینجا پیامبر فقط میگفت که آقا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه اعداهم، میگفت پیامبر زناش دشمنانشون هستن، دشمنان مؤمنین هستن. باید اینجوری میگفت یا ساکت میشه. ولکن در روال آیه داره میگه ما مثل مادرتون هستی. یعنی میدونی شیعه فورا اینجا میاد میگه آقا حضرت نوح یادتون نره زنش چی بودا، حضرت لوط یادتون نره که زنش منافق بودا. خب به چه اینجا خود نگفته زن لوط که صحبت نکرده؟ اگر الله میفرمود که نوح عزیزتر از جان شماست و زنش هم مادر شماست، باز ما میگفتیم خدا این چی آخه چی کافری، چرا مادر ما کردی؟ یا برای اینکه بهتر متوجه بشید میگه حضرت نوح عزیزتر از جان شماست، سزاوارتر است از خودتون به خودتون، باید اونو مقدم بدونید. و پسرش نور چشم شماست. بابا پسرش که کافر بوده.
ربطی نداره. این که نمیشه من بگم چون حضرت لوط زنش کافر بوده حضرت علی هم زنش کافر بوده، این که نمیشه این حرف که. نه، میگه ممکن است که چنین چیزی باشه. ممکن است، خب خدا میگه دیگه، اگه ممکن باشه خجالت که نمیکشه، حداقل سکوت که میکنه. میگه پیامبر احترام کنید، زنش هم احترامش مثل مادر شما واجبه. اینو قرآن میگه، من که نمیگم. آیه 6 از سوره احزاب. پس حرف شیعه که میگه اینها آقا یه دلیلش اینه، 100 دلیل دیگه هم دارم که میگه اینا نمیدونم بد بودن و از بد بدتر بودن و مخالف پیغمبر بودن و منافق بودن، که خیلی حرف میزنی جانمازم آب میکشه. میگه ما تهمت زنا نمیزنیم به زنهای پیامبر. نه بیا اینم بزن. بالاتر از تهمت زنا میزنی دیگه. میگی که منافق بودن. منافق که حتی از کافر بدتره. اینکه مخالفت رسول بکنه تو خونه خودش خائن بودن. تو اینو میگی. این الله میگه که مادرای شما هستن. شیعه میگه نه. شیعه میگه نه. نه میگه عایشه مادر من نیست. راست میگه. خب مؤمن مادر مؤمنان است، مادر اون که نیست. باید مؤمن بشید دوباره. اما مگه ول میکنه؟ میگه نه آقا، اصلا این آیه اومده که بگی که اجازه ندارید با زنای پیامبر عروسی کنید، مثل مادر شماست، فقط به خاطر اینکه عروسی نکنید اومده. در حالی که چنین چیزی نیست. شما برید قرآن سوره مجادله آیه 2 رو ببینید. آیه 1 و 2 رو. یه خانمی اومده به پیامبر شکایت کرده، گفته شوهر من گفته تو مثل مادر من هستی، حالا من بهش حرام ابدی شدم. قانون جاهلیت بوده. این چرا این کار کرد؟ آیه الله نازل کرد که آقا کسی که شما رو زایده مادر شماست. کسی که شما میگید مادر من است مادر شما نمیشه، یعنی این طلاق باطله. پس اگر اینجور بود میگفت که مادر شماست، این که طبق اون آیه باطله. که اگر مادر است چرا در آیه دیگه میگه حجاب رعایت کنید، باز مردا که صحبت میکنید از پشت پرده صحبت کنید. اینجا داره میگه مادر به منزله مادر که احترامش نگه دارید. وانگهی در آیه دیگه اینو گفته، نیاز نبوده که اینجا به اشاره بگه. واضح گفته که با همسران پیامبر بعد از وفاتش حق ندارید عروسی کنید. ببینید آیه 53 از سوره احزاب. ببینید و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا. شما نباید رسول خدا را اذیت کنید و نباید که با همسرانش هرگز عروسی کنید بعد از مردنش، بعد از وفاتش. ان ذلکم کان عند الله عظیما. این پیش خدا گناه بزرگی. اینو گفته دیگه، نیاز نبوده که دیگه برو بگه مادر شماست. و گفته حق نداری عروسی کنی. پس اینجا حرف شیعه باطل است که قیاس میکنه با زن لوط. باطله. قیاس میکنه که آقا گفته که باش عروسی نکنید، برای همین گفته مادر است. آقا سیاق آیه رو ببین، میگه احترام پیامبر احترام زناشو نگه دار. بحث کردن که کاری نداره، حرف مفت زدن که پول نمیخواد. مفت دیگه میزنی دیگه، میگی دیگه. و جالب اینجا این نکته رو بگم، حالا که گفتم که میگه با همسرانش عروسی نکنید، یعنی همسرانش تا آخر عمر در عده پیامبر هستن، برای همین از خونش بیرون نرفتن. زن که عده‌اش تموم شد باید بره دیگه از خونه شوهرش. اما زنای پیامبر هیچ کس اعتراض نکرد که آقا چرا خونه پیغمبر نشستی. حتی حضرت علی که بعد از اینکه حتی جنگید با حضرت عایشه که ما قبول نداریم جنگ است، یک به اصطلاح توطئه‌ای شده بود، ولی حال جنگ باز که شکست داد ایشون رو فرستاد خونه خودش دوباره. چرا که اون خونه حقشه، چون در عده پیامبر بوده. باز دیگه چطور با زن لوط مقایسه میکنی؟ زن لوط جلوی چشم لوط خدا آتیشش زد. زن نوح جلوی نوح خدا غرقش کرد. این تا کنار وفات حضرت پیامبر روی دامن حضرت عایشه و زنای پیامبر بود. وقتی مورد وفات اونجا بودن، یعنی همسراش دورش بودن. این چطور ممکنه مقایسه کنی؟ و بعد از وفاتم گفت آقا شما زن من هستی، چون تو بهشتون جن زن من هستی دیگه شما عروسی نکنید. البته اینجا بازی کافری نیاد نگه که آقا این ظلم کرده به زنان. تو زندگی بهشون گفت اگه طلاق میخواید طلاقتون بدم، خوبم بهتون پول میدم برید. اگه نه منو میخواید این شرایط منه. همه شرایط قبول کرد. از بس بیرون نریم. پس متوجه شدید؟ حالا شیعه اینجا میگه آقا نه اصلا من عایشه مادر من نیست، حضرت فاطمه مادر من است. قرآن زور میگی تو؟ نه زوره، حرف زوره. بگو چی که میخوای بگی. الله پاک میگه مادر مؤمنان حضرت عایشه، حضرت حفصه، حضرت زینب و
تو میگی نه من قبول ندارم. خودت گواهی میدی بر کفرت به قرآن، یعنی قبول نداری قرآن دیگه. چطور ما در قبولش نداری؟ به هر حال این بود. اگر در خانه یکی کس است یک حرف بس است. بابا ما 1000 تا براتون بیاریم. ببینید شما توی بازی فوتبال یکی 3 تا گل بزنه، یکی 1 گل بزنه، اینو داره برای کسایی میگن که دارن خودشونو گول میزنن. این گل زدن رو برای کسایی میگن که خودشونو گول میزنن. یکی 3 گل بزنه، یکی 1 گل بزنه، اون 3 گل برنده است دیگه. شما 2 تا حرفای ما رو بتونی رد کنی که نمیتونی. حالا خودتو گول میزنی، رد میکنی، میگه آقا ما 2 گل زدیم به سجودی. خب 1000 تا گل خوردی، اونو ببین دیگه. همه رو که نمیتونی رد کنی. در برنامه بعدی، در برنامه شماره 2، یک حرف دیگه قرآن رو میزنم که متاسفانه عزیزان شیعه ما مخالفش معتقد هستن. شاید بگه حالا چرا میگه عزیزان شیعه؟ اون که عزیز من، اگه عزیز من نباشن که من نمیخوام اونا هدایت بشن، میخوام برن جهنم. من میخوام اونا هدایت بشن، بهترین چیز دنیا رو میخوام بگیرن. آقا پول ایلان ماسک داشته باشی، قدرت ترامپ داشته باشی، وقتی مردی هیچ هستی. اگه هدایت نداشته باشی، پس بهترین چیز وقتی من برای شیعه میخوام، چرا بهش نگم عزیزان شیعه؟ میگم. تا برنامه بعد، الله حافظ و نگهدار همه شما.